سرخط اخبار مجازی فرار محفوظ از دانمارک و همچنان معذرت خواهی گرگ جنگجو از تیک تاک. این در حالی است که روز قبل سرمنشی ملل متحد ابراز نگرانی نموده بود، اما محفوظ تمام اتهامات را بر علیه خودش بی بنیاد می‌داند. از سوی دیگر گرگ جنگجو میگوید که وی افراد مربوط به محفوظ نمی باشد و یک فرد مستقل است. برای جزئیات بیشتر ایشان را روی خط داریم. گرگ جنگجو بفرمایید، شما دقیقاً از مجتبی چی می‌خواستین؟ سوال از مجتبی کردم بس چرا این کار کردی؟ در سینه خود ضربه زده رفت که پول از ما است. خدا گپ پر است. و همچنان در عین حال رئیس ستاد مشترک ارتش عراق اعلام هر گونه همکاری را برای سرکوب محفوظ نموده است و همچنان در قضایای مختلف خود را مسئول درجه یک می‌داند که چرا از این قضایا دلگیری نشده. برای جزئیات بیشتر رئیس ستاد ارتش عراق را روی خط داریم. کیف حالک؟ اهلا و سهلا محفوظ حمله. ما درک کنه که ما چی گفتیم عزیزای دل. کریمی بیچاره به جوان هنوز نه یک. و همچنان در پیوند بر این قضیه رئیس استر محکمه یکی از کشورهای جنوب شرق خاورمیانه رو با خود داریم. آقای جنایی، شما گفتین که قسم یاد کردین، های حکم قسم میدانین در صورتی قسم شما دروغ باشد و کفاره قسم خوردن دروغتان را میدانید که بفرمایید، شما بفرمایید. اگر نخو نامزاد کریم جان و مجتبی در اینجا با والله قسم دست داره نردشان کشتگیست. این جوان ناجوان مردانه کشت خو. و همچنان در این بخش خواستیم که نظر رئیس حقوق زنان بین المللی را با خود داشته باشه. خانم بفرمایید، شما چی میدانین؟ چای کسی پرنسسا و ای کنی محفوظ منافق کس فروش لوچکه فهمیدی را باید از تیک تاک بکشیم، یا را باید از تیک تاک بکشیم. هستم می باشم خواهم بود، فهمیدین؟ پس خلاص یعنی می بود گپایم. مقصد طرز دشان ما نیست، سرخمی هم دشان ما نیست که زدیم باز خدا یا خود آدم کسپر میکنیم یا اون نفر کسپر میکنیم، فهمیدین؟ بس خلاص یعنی می بود گپم.